کامل خودتو معرفی. سلام، به نام خدا. نوید زیادخان قره‌داغی هستم، فرزند فرهاد. از اول با صدای بلند. سلام، نوید زیادخان قره‌داغی هستم، فرزند فرهاد. به کد ملی 201 208 486 7. سمینه که میخواستم بگم، این اتفاقی که افتاده توی این چند روز اخیر خیلی وایرال شده توی کشور. بعد از اینکه بخوام بگم پشیمونم، واقعا پشیمونم، چون انگیزه ای نداشتم از این کار، فقط توی حال خودم نبودم. واقعا از این کار پشیمونم به خاطر اتفاقاتی که افتاده. از همینجا به صراحت میخوام بگم غلط کردم، گوه خوردم، اشتباه کردم. از همه میخوام عذرخواهی بکنم. امیدوارم که محاکم قضایی منو ببخشن و با توجه به اینکه در نظر بگیرن شرایط زندگی منو و شرایط روحی و حالات روحی اون موقع منو تخفیف قائل بشن و منو ببخشن. قول میدم دیگه هم تکرار نشه و بازم تکرار میکنم. غلط کردم، عذر میخوام، ببخشید، گوه خوردم، معذرت میخوام، اشتباه کردم.